کمک پولی خانم نغمه برای تیم ملی کرکت افغانستان و اعلان حمایت نغمه از کرکت بازان کشور و اجرای کنسرت نغمه در امریکا. ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. خانم نغمه یا شاپیره افغانستان یکی از سابقه دارترین هنرمندان مشهور در میان مردم و علاقمندانش است. خانم نغمه کارهای هنری خود را 4 دهه قبل آغاز کرده بود و با شوهر سابق خود آقای منگل آهنگ‌های جوره‌ای می‌سرایید. خانم نغمه در سال 2006 از آقای منگل جدا شد و دوباره با غلام نبی یکی از رهبران گروه طالبان ازدواج کرده است. اکنون نغمه در کشور امریکا زندگی می‌کند و در کشور امریکا هم به کارهای هنری خود ادامه داده است. خانم نغمه همیشه از تیم ملی کرکت افغانستان حمایت کرده است و جدیداً بعد از برد این تیم در مقابل پاکستان خواسته کمک مالی به مقدار $100,000 امریکایی برای کرکت برد افغانستان روان کند. خانم نغمه در پهلوی حمایت پولی خواسته کنسرت به افتخار این برد شیرین افغانستان در مقابل تیم ملی کرکت پاکستان و انگلستان در جام جهانی 50 وره‌ای کرکت در شهر ویرجینیای امریکا برگزار کند و درآمد این کنسرت را باز هم به تیم ملی کرکت افغانستان ارسال کند. اما علاقمندان نغمه با شنیدن این خبر از طرف وی خوشحال شدند. خانم نغمه اولین هنرمند افغان نیست که برای تیم ملی کرکت افغانستان کمک مالی کردند. آریانا سعید هم مقدار عظیم پولی برای تیم ملی کرکت افغانستان کمک کرده است. ما آرزوی موفقیت، سلامتی و طول عمر برای تمام عزیزانمان داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با علاقمندان خانم نغمه هم به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.